سلام. به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. من مسعود نیکدل و من شیما رئیسی هستم. ما یه خانواده هنرمند و گردشگریم که اومدیم تو سیستان و بلوچستان داریم سفر میکنیم. اینجا الان زاهدانه، تو منطقه سیستان، تو استان سیستان و بلوچستان. تو ویدیوهای قبلی دیدید که ما رفتیم برای لباسامون کفش خریدیم. الان اما قراره که بریم برای مسعود جان واسکت بخریم. واسکت یه تیکه ای از لباسی که خیلی خاصه به یه شخصیت خاصی هم به آدم میده. یه جورایی مثل کت شلوار میمونه، تکمیل کردن لباس مردونه است. بریم بیشتر دربارش بدونیم. تلفظ اصلیش هم اینجوریه، واسکت. اون ته آخرش یه جورایی یه حرف تا میذارن، ته دسته‌دار میذارن، بهتون نشون میدم که باید یه جوری زبونو بچسبونید بالای دندونای بالا و ادا کنید اینو، واسکت. خب بریم ببینیم. تو بازار یه سری مغازه ها رو اینجا ببینید پره، خیلی زیاده. بریم مثلا توی این مغازه بریم، آره ببینید اینجا رو، رنگ‌بندی‌های مختلف همینجور ریخته ها، انقدر رنگا متنوع و انقدر پیچیده است که انواع یقه ها، انواع پایینش، مدل های مختلف همینجور ریخته. یعنی هر مغازه‌ای که وارد میشید ببینید همینجور رو هم ریختن همه رو. باید اینجا شیرجه بزنی وسط اینا، پایین تا بالا همینجور پره. باید بگردی تا از بین اینا اون چیزی که میخوای پیدا کنی. یه عده جوون کلا اومدیم جمع کردیم اینجا برای من به عنوان مثلا یه شادومات مثلا ببینیم که یه واسکت برای من بخریم. آقا اصلا واسکت چرا میپوشن؟ واسکت دیگه با لباس بلوچی خیلی قشنگ میشه. فقط که به خاطر قشنگ میشه؟ آره قشنگ میشه و دیگه سالتا دیگه همه بلوچا دیگه واسکت همیشه نپوشن، یه جورای راحت نیستن. با این واسکت خیلی راحت. الان این واسکت که میپوشی گرم نیست؟ دیگه ما عادت کردیم به این. عادت کردیم. نباشه تنمون نباشه اذیت میشیم، با این باشه خیلی راحت تر و بهتریم. خیلی خوبه. بعد اینو مثلا الان من لباس شما یه سبز تیره است، سبز سیره. آره درست. من لباسم توسیه. خب ایشون لباسش یه سبزابی خیلی تیره است. ایشون سفیده. ایشون قهوه‌ایه. آها این مدلش یه جوریه که یقش چقدر میچسبه. یقه آخوندی. اینش هم یقه آخوندیه دیگه. شما هم یقه آخوندیه مثل ما. یقه آخوندی. الان من اینو بپوشم من فکر میکنم من مولوی ام. چی بس؟ طلبه هم فکر میکنن؟ همه اینو میپوشن. این رسمه. دو تا یقه داریم. اینو میگه یقه آخوندی. خب اونهایی که بالا یقه میپوشن. خب یقه داره مثل شما یقه داره. اینا رو میگه یقه آخوندی. بعد یقه بازه. عموما این برای یقه‌های خرگوشی میگیم. یقه این عزیزه بگی. اینو بگیر اینجا بیا. اینا یقه خرگوشی بهش میگن. خب این یقه بازه مال اون یقه خرگوشی. آها یعنی اگر ما یقه اینجوری داشتیم که یقه آخوندی بود، بله. بهتره که همین مدل یقه آخوندی واسکت هم بپوشیم. بله. اگه یقه این مدلی خرگوشی داشتیم بهتره که یقه باز بپوشیم، یقه هفت بگیریم. بعد پاییناش چی مهمه که صاف باشه یا گرد باشه؟ این یکی اصلا گرده. ببینید دو تا زیره. مثلا اینو ما میگیم گرد، چارگوش دست بیار. بعد این یقه که هست چارگوشه. نگاه. آها چارگوش مزیتش اینه که راست وای میسته، یعنی عقب نمیره. آها ولی گردا الان شما دقت بکنید میره عقب. الان من وقتی راه میرم این دیگه عقب نمیاد، بازی نمیکنه. آها قشنگ واسطه. به اصطلاح بهش میگن مرکزی، بهش میگن یا زیر راست بهش میگن، اون از زیر 28. اینجا خیلی همش خیلی قشنگه. خب یه مدلاش هست چهارخونه است، یه مدلایی هست این چهارخونه است. بله آقا این پایین بگیرش که من پوشیدنش هم یه راه و روشی داره. راه روشش چیه؟ شما اینجوری میپوشید، درسته؟ من الان شما این از تنتون بیرون کنید بی زحمت، ببخشید. بله. روش پوشیدنشو میخوام. روش پوشیدن. الان نگاه، هر طور تنگ باشه وقتی شما دستا رو میبری بالا ها اینو ول میکنی خودش میاد، اصلا دیگه نیازی نداره.
بعضیا میان باش کشتی میگیرن یا خودشونو زخمی میکنن یا یقه. وقتی این یقه میاد دست خب مسلمه این نمیرسه. آره. پس مجبور یا دست خودتو اذیت کنی یا اینو. پس بهترین راهش همینه که شما از همین بالا دستا رو باز میکنی، اینو میندازی، خودش بدون هیچی میاد. این روش پوشیدنشه. تکنیکو دیدین تو خدا؟ آره دیگه، تکنیک آخوندیه دیگه. تکنیکا بذار من امتحان کنم. آره هر دو تا دست اینجوری از اونجا بنداز. افتاد رو کلم. نگاه دفعه اول بود ولی واقعا راحت بود. یعنی ما وقتی دیدید مدلی که توی کت شلوار فروشی ها اینا استفاده میکنن یه مدل دیگه است. چیکار میکنن؟ میان یه نفر از پشت سر جسارت نباشه. یه نفر اینو باید از پشت سر اینجوری دو طرفشو باید نگه داره که شما اینجوری بری توی لباس. اینجوری اذیتی. خب آره اینجوری همیشه یه نفر نیاز داره که این کمکت کنه. ولی این تکنیک خیلی خوب بود. این تکنیک پوشیدنشه دیگه. تکنیک پوشیدنش خیلی خوب بود. حالا همینه. دوباره امتحان کنیم این دفعه شاید نیفته بود. آره نگاه. نه باید بره بالا. اشتباه کردم. هنوز رقم جا نیفتاده. دوباره انقدر اینو که امتحان میکنم تا الان همینطور دستا اینجوری همینجا دستا بالا دوباره افتاد تو سرم. اشکال نداره ولی خب راحت. ولی بهتر حداقل به کسی نیاز نداره. کسی نیاز نداری، خودتون میتونی راحت اینو. الان نگاه این هم یقهش آخوندیه، هم زیرش راسته، با شما قشنگ ایستاده. واسکت میاد جلو. آره واسکت دیگه میاد جلو قشنگ همه رو فیت نگه میداره. الان با این رنگ توسی که من دارم، بله ما بهش فیلی هم میگیم. بله. این رنگ خوبه. یه رنگی که میخوام یه مقدار یه رنگیه. نگاه به این ما میگیم روشن. خب وقتی رنگ روشن باشه با هر لباس تیره میاد. اینجا منطقه ما اینجوریه که فقط این یه لباس نمیپوشه. من الان اگه بخوام این یک دست لباس داشته باشم برای این بیام این توسی رو بگیرم، خب پس لباسای این دیگه هم چی پیروزی، لباسای مشکی هم چی، لباسای غیر هم چی، همه اینا. پس من ناچارم برای لباس روشن واسکت تیره میگیرم. نگاه که میاد. آره به هم میاد. خیلی ست خوبیه. پس برای لباسهای تیره واسکت روشن رو میگیرم. الان این روشن که نیست. این تقریبا همرنگه. پس باید یه چیز بهتر بگیرم. یه روشن باید بگیرم. نه از اون باز من این بریم زیرش بریم روشن. آره این زیرش نیست. به خاطر این گفتم که شما اگه اینو بپوشید خیلی قشنگ‌تر میاد. آره اشکال نداره. همه ایناست. شما میتونید این مثلا باز اینم باز تیره است. آره این تیره ولی خب با اون لباس خیلی میاد. این یکی خیلی تیره است. این با اون لباس میاد. به بهانه‌اش امتحان کنم ببینم یاد گرفتم چجوری. میاد از بالا اینجوری اینو رها می‌کنی باز دوباره به کلم گیر کرد. اشکال نداره. خب موها کمی بزرگه. موهام بلنده. آها باز این تیره است. راههای نقره‌ای داره. اینو نشون میده. آها شما الان قانون باسکت با دومیش اینه که خودت نمیدونی، طرف مقابل میدونه شما چی پوشیدی. الان تو آینه. آره یعنی خودت که تنت اصلا نمیفهمی چی پوشیدی. مهم اینه که آره نگاه چقدر قشنگه. احساس میکنم که تبدیل به یک تاجر بلوچ شدم. بله شما تاجر هستی. نگاه وقتی اینجا پوشیدم من نمیبینم. نگاه هیچی من نمیبینم. ولی وقتی تن شما میبینم میگه عجب قشنگه. شما تن من میبینی میگه عجب قشنگه. ولی خب باز این یقش از این مدلی آره این یقه هفته. الان نگاه تو آینه شما رو بگیره. تو آینه منو بگیر. ببینید خیلی هم قشنگه این. نگاه خیلی تاجر بلوچ. بله در خدمت شما هستم اینجا. خب من الان نگاه یه رنگ بهتون بدم که با اون میخواید یه رنگی بهمون بدن. ولی خب قانون باسکت اینه اگه بخواید با لباس ستش کنید قشنگ در نمیاد. یعنی اگر شما بخواید همرنگ اینو توسی بپوشید قشنگ باش در قانون عجیبی بود اصلا. از اولین بار همچین قانونی میشه. اگه بخوای باهاش ست کنی قشنگ نیست. نمیشه. بله قشنگ در نمیاد. اصلا الان نگاه همین لباس میگم آقا سیستان و بلوچستان چراغ جادویی ایرانی همین. اصلا قانون زیر رو شد. اگه بخوای باهاش ست کنی قشنگ نیست. الان من نگاه شما اینو بپوشید همینه. خب همین لباستونه. یه چیزی بدید که اصلا باهاش ست نباشه. نه مثلا میگم خب نشونت بدم. اینو مثلا این سته. این ستشه. همون تکنیک بیا. کوچیکه. کوچیک باشه میاد. وقتی شما به این شکل بخواید بپوشید آره راست میگن هرچی هم کوچیک باشه باز میاد پایین. نگاه ست شد درسته. من الان مخالف این. آره اصلا الان مخالفشو میدم. زنده نیست میدونید. الان من مخالف اونو بهتون میدم. جنس مخالف اون رنگو. بیاید اینجوری بگیم پس یه جورایی اینجا متضاد ست میکنن. به جایی که بیان ست هماهنگ و هارمونیک انجام بدن به قول ما الان نگم مخالفشو بیان متضاد
این دو تا رو ببینید چقدر وحشتناک با هم تفاوت داره. آره الان شما بپوشید. یا خدا. ببینیم چی جادویی میشه. به بهانه منم تمرین کنم. ببین اینو ببین. ببین تو آینه. تو آینه. نگاه خدایش. خودت هم باورت نشد. این قانونشه. قانون خوبیه. آره. از قانونش خوشم اومد. همیشه میگم مخالفش. مثلا لباست وقتی تیره باسکتت روشن باشه. وقتی لباست روشن باسکت باید تیره باشه. الان نگاه این لباس روشنه. فقط از این مارک خوشم نمیاد. من کلا آدمیم که هیچ وقت لباسی که روش مارک داشته باشه. به خاطر اینکه نگاه محل مال مغازه منه. من میخوام تبلیغات بکنم و رو این جنس وقتی مطمئن باشم مارک مغازه خودمو میزنم. آها نشونه کیفیت برند منه. مثلا اینجا الان من برند میارم نگاه. بذار الان چیز میکنم. الان من دارم برای این پول میدم. باید تا کی تبلیغ شما رو بکنم؟ شما اصلا نیاز به پول ندارید. این خودش وقتی تن شما باشه این مارک باشه خودش برای من تبلیغه. خب همون دیگه تبلیغ مجانی دارم میکنم دیگه تا آخر عمرم. وقتی شما اینو میخواید یه پول چیزی در بیاد مستقیما مارک من با شماره تلفن من همه میاد. اونقدرم جیبش برام پول گذاشتین یعنی نه دیگه. الان تبلیغ شما حساب میشه. اونا فالو من اوناش. بله نه اساس قانون وقتی مهمان میاد این خودش هدیه براش. نیازی نیست که ما بگیم پول همه چی که پول نیست. اینجا با یه تعداد خوب جوون خوشتیپ بلوچ و عزیز دلمون به عنوان یه آدم با تجربه بسیار خردمند تو این قضیه که بهمون اینقدر چیزای خوب یاد دادن دیگه از همتون خداحافظی. من باید برم یه چیز دیگه البته تهیه کنم که این لباس کاملش یه شال باید تهیه کنم. توی ویدیوی بعدی میریم ببینیم اصلا این شال و اینها فرهنگش چیه. کلاه با یه کلاهی که من خیلی قرفرمون نقدا اینجا خیلی زیاده. فکر نکنید اینقدر راحته. بله اینجا به عنوان آخر ویدیو هم هممون میتونیم قبل از اینکه ویدیو رو من یه چیزی توضیح بدم. بعد یه سری مثلا برای مراسمات ما یه زنجیرکاریایی هم داریم، ظریفکاریایی. مثلا طرفی که نگاه اون زنجیرها رو بیار نشون بدیم. مثلا مراسمی که داریم اینو نگاه یه سری زنجیرها رنگا متفاوتن. این به نماد مثلا اون زنجیر ساعتیه که قبلا داشتن. آره احتمالاً این نماد اینه که طرف داماده تو مراسمات. الان مثلا شما ما میگیریم شدم دیگه نمیتونم الان دوباره. چرا؟ ما میگیریم خودمون چشم شیما خانم روشن. بله الان ما میگیریم شما مثلا دامادید. من الان این کار کنی کدوم ما ولی مثلا میایم نگاه اینو ما میایم. آره خب اسم دامادی را گرفتیم. ایشون سکته رو زد به خاطر اینکه موقع دامادیش نزدیک بیچاره پولم نداره. اونا همه اون موقع بگیر دارن همه میمیرن اونجا. الان نگاه بیا تو جمع اونو ول کن. بیا تو جمع نگاه ما همه هیچ کدوم از این زنجیرها رو نداریم. پس وقتی از اون طرف میاد میبینه که داماد ایشونن. مثلا داماد منم. مثلا داماد ایشونن. اینا ساق دوش ها همه ساق دوش همه چی. بعض زنجیرها متفاوت هر کسی طبق سلیقه خودش میزنه. آره این تبلیغات این منطقه خیلی نکته قشنگی بود. تشخیصه برای تشخیص ایناست. بود واقعا لذت بردم. آره برای تشخیص اینا. من به عنوان مثلا یه داماد بله و همه عزیزایی که اینجا هستن بله با هم ازتون خداحافظی میکنم. همه با هم یه ما ایرانیم با هم بگیم 1 2 3 ما ایرانیم. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.